طبق دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و نشاندادهای رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده در عرفه روزی مادر رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده و معاون رئیس ولایت سوخت انور یعقوبی به منزل یک چند نفر بانوان سابقادور عرصه سیاست، معارف، صنعت، اجتماعیات و غیره رفته ایشان را تبریک نمودند. معروف محمدزاده و انور یعقوبی ضمن ملاقات صمیمی با قهرمان مهنت سوسیالیستی شهروند فخری شهر خوجند همراه طاهر و собикадорони ساحه معارف و خدمت دولتی فیض نسا غفور و خاصیت زاکر و دیگران از غمخوری‌های رهبری دولت و حکومت به خصوص پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یادآور نموده از جمله تاکید داشتند که زنان و مادران تاجیک در گذشته نه چندان دور به خصوص زمان استقلالیت در برابر به دست گرفتن تشبث در بابت به نظام درآوردن عائله و رسم و آیین‌های خلقی، تربیت نسلی از جهت جسمانی و معنوی سالم جامعه، اینچنین در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و افزایش اقتدار استحصالی و آبادی تاجیکستان عزیزمان سهم ارزنده گذاشته ایستادند. کارهای بنیادکاری به مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند جریان تازه کسب نموده است که با دست نسل جوان و با تربیت راهنمایی‌های مادران، یعنی احساس گرمی آدمیت و بشردوستی، خودشناسی و وطن پرستی و بنیادکاری و سازندگی صورت گرفته ایستاده است. ايودات شدگان از جمله قهرمان مهنت سوسیالیستی شهروند فخری شهر خوجند بانوی 96 ساله همراه طاهره و شکرانه امن و آسایشتگی در کشور نموده از جمله ذکر نمود که من با پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و کشور بهشت آسایم تاجیکستان فخر میکنم، چون این مملکت آباد و آرام و فیض بخش در یگان کنج دنیا وجود ندارد. ما فخر میکنم که تاجیکستانم به زندگان من آموخته. همه کتان خدا پناهش نگاه دارد. رحمت به راهبری دولت ما پرزیدنت ما که ماهای همین قدر چیزای نیک و مناسب دیدن. دور سرزندیم این خیل حیات و زندگی نبود. حاضر همه پر پیمان خاطر جمع دینجی. الهی همون پرزیدنت ما تنشان ساق باشد. همیشه وطن ما سیری پولی باشد. جناب اولی عمرشان دراز و رزقشان فراوان و سر ما و همیشه سرسبز شده گردن. پروین احرار و نادرین سیمزاد برای برنامه تلاوتی پیام روز.